خانه و چه و پس نیست. من از وظیفه میرم. مبلغ باشد؟ او کامگاه بندگی رو سیگار. خبری ماشین گردید. روز به روز این اندیشه در جامعه تاجیک معمول می شود که سالهای اخیر فاصله بین منصبداران و مردم زیادتر می شود. داد مردم به گوش آنها نمی رسد. ما در کوچه های دوشنبه از خواسته ها و پیشنهادات مردم با وزیران تاجیک پرسیدیم. اگر به صحبت منصبدار راه می یافتند چی می گفتند؟ معلوم شد برخی گفته های زیادی دارند. بعضی هم در این باره فکر هم نکردند. من میخواهم که به وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان پیشنهاد خود را اوید به ساختار تحصیلات در جمهوری تاجیکستان بگوید. خب چطوری که به همگان معلوم است سال 2005 جمهوری تاجیکستان به سیستم معارف دنیوی از جمله اروپایی وارد گردید و اون پرینسیپ هایی که فرض کردیم اون سیستم طلب میکنن حالا دانشگاهی ما به اون تیار نیستن. برای این بگذار تمام دانشگاه باز از نام همین سیستم اروپایی رو آموخته با همون مطابق شدن. یک پرابلم هست که ما همین ساخت کانستیتوسیونی همین نالوگ باید که آنها دیگرگونی در آورده ایستاده ما باید یک دستی یاری دراز کنیم همین خدمات ما جوانیامو همین ثروت همین سرزمین به دادیم. میخواهیم که همین نالاگیویکو همین ما یک دستی یاری دراز کنیم ایستاده بعضی چیزا کمک رسونده بعضی چیزای ما چیگم از همون نالوگ آزاد کنن. این نالوگ زمین این نالوگ خانه فهمیدید؟ یعنی پیام شما همین است؟ همین پیام من همین که روح مایه سال بلند بردارم. از وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان محترم اورنبکزاده همچون یک هنرمند همین خواهش دارم که اگر خوب می بود همون شروع بدیه رو از نو برقرار میکردن و همون صنعتکارایی که در مضافات ها ناحیه ها هستند بسیار بعضیاشون آوازهای استعدادی والا دارن در چاره‌بینی ها دعوت میکردن. باری با اون هم صحبت شده در همین باره؟ همین خیلی در کالیگاه ها بودیم همین پیشنهاد ها بود لیکن از طرف وزیر هم سخنرانی ها بود اوید حل همین مسئله و لیکن نتیجه اونقدر مشخص نشده است. با اینکه مصاحبانم پیشنهاد زیادی دارند اما چنان ناامید و روح افتاده شدند که باور ندارند وزیران آنها را قبول کنند. خیلی پیشنهاد بسیار وزیر قبول نمیکنه. آدم کمبغل ده پیشنهاد بسیاره. نیک قبول نمیکنه گپ موی جدام نمیکسه. چه پیشنهاد داره؟ خیلی کوی جو که مخفی. وادر اوجتی گپ زدن. وادر خط یک بار باشه گپ ممکن. با فکر من کینه در اومدن پیش مینیستر. یگان بارت بودید؟ ما استوگی کردیم در کابینت وزیر. بعد اهمیت دادم چه وجوده کین بود در اومدن. چی برای چی به شما کین است؟ پازاپیسی بود. باید پیشکی آگاه میگن. پیشکی باید نامنویس کنی و پیشکی باید گپ زنی що حساب میبیایی. این طورم شد که مثلا پیشکی نامنویس کردن اما نتوانستند درآیند. ما اهمیت ندادم که ما دیدم که آدمی نامنویسگی پیشکی اول نتونست در اومده. تنها تعداد کمی از مردم باور دارند که وزیران به مردم نزدیکند و به مشکل آنها میرسند. دسترس هستند. سایت دارن اینترنت هست 21 اصل زندگی میکنیم و سایت همون وزیران باشه روی میکنیم روجات خودمون و جوابش میتن. بعضی هم خود را در سطح نمیدونند که به وزیر پیشنهاد کنند. به یگان وزیر یگان پیشنهاد ندارم. من یک کارگر عادی حاجت ندارم با وزیر پیشنهاد یگان درخواست کردن ندارم. شما اگر راه میافتید چی میگفتید؟ زیر این ویدیو نویسید. تا بازدید در برنامه بعدی.